کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان به توجه ساکنان و معماران کشور می‌رساند که بنا به معلومات اگنتی هواشناسی تاجیکستان بر اثر گرم شدن دمای هوا از 12 تا 14 فوریه سال 2024 در قلمرو ناحیه‌های تابع جمهوری و روی ماشینگرد دوشنبه چنوق خطر فرو ریختن ترمه‌ها باقی می‌ماند. در این رابطه کمیته از ساکنان خواهش می‌کند که بدون ضرورت با راه‌های کوهی منطقه‌های یاد شده سفر نکنند. در چنین روزها راه‌اندازی کارهای کشاورزی، چارواچرانی، غنچین ایزم، شکار و ماهیداری نیز مصلحت داده نمی‌شود. رانندگان باید هنگام حرکت در این راه‌ها فاصله بین ماشین‌ها را رعایت کنند. هر قدر ماشین در فاصله دورتر از یکدیگر حرکت کنند، همان اندازه امنیت و بی‌خطری رانندگان و مسافران بیشتر تامین می شود، گفته شده است در اطلاع کمیته. ترمه‌ها و یرش در مناطق کوهستان تاجیکستان یکی از حادثه‌های ناخوش طبیعی و از همه پرقربانی به شمار می رود. هر سال بر اثر این آفت‌های طبیعی چندین نفر به هلاکت رسیده. راه‌های کوهستان از جمله شاهراه دوشنبه، خوجند و کولاب درواز، خاروخ کلمه چندین بار بسته می شوند.